خدمت همه شما علاقه‌مندان به حوزه برق و الکترونیک. امروز می‌خوایم با چند تا خطه ساده یک تراز لیزری رو بسازیم. با ما همراه باشید تا در ادامه ویدیو نحوه ساختن این پروژه رو خدمت شما توضیح بدم. قطعات مورد استفاده واسه ساخت این تراز لیزری: یک عدد موتور الکتریکی 5 ولت، یه دونه لیزر 5 ولت، یه دونه باتری لیتیوم ایون به همراه ماژول شارژ، یه صفحه که این قطعات رو روش نصب کنیم، یک عدد کلید قطع و وصل، یه قطعه آینه و یه عدد میلی خودکار. خب حالا پروژمون رو آماده کردیم، میخوایم اون رو توی یک محیط تاریک تست کنیم تا نور لیزر رو بر روی دیوار بتونید به درستی مشاهده کنید. ما در یک محیط تاریک قرار گرفتیم و میخوایم دستگاه رو تست کنیم. اون رو روشن میکنم. همونطور که نتیجه کار رو میبینید، تراز لیزری داره به درستی کار میکنه.